یلدایی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. شب یلدا شد و آمد شبانه، پریشان گیسوانش روی شانه. طلب کردم در آن هنگامه عشق، ز لب‌هایش دو قاش هندوانه. سلام، وقتتون بخیر. با یه برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های همدلی مهمون خانه‌های گرمتون هستیم. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید. مطمئنم امروز قراره با ما کلی خوش بهتون بگذره. ستاره جان چطوری؟ ما هم سلام میکنم به خودت و تمام بینندگان عزیز. خوشحال هستیم که در این شب‌های سرد زمستان وقت کردیم تانستیم که دوباره با بینندگان عزیز یک جای بشینیم و صحبت‌های خیلی مزه‌دار بکنیم. واقعا صحبت کردن در مورد این مسائل خیلی شیرینه و البته نوستالژی. موضوع برنامه‌مون چیه ستاره؟ یک موضوع خیلی خاص داریم که مخصوص شب‌های سرد زمستان هست، اما یک خاصیت گرمی داره که تمام فامیل‌ها، دوستا و کسایی که همدیگر رو دوست دارن جمع میشن. شب چله یا همون شب یلدای خودمون که یک جشن باستانی میان تمام فارسی زبانان، نه تنها توی ایران، افغانستان، ترکمنستان و در کل تمام کشورهایی که زبان فارسی دارن. البته فکر میکنم کشور ترکیه هم انجام بده، ولی به صورت کلی ما میگیم در میان فارسی زبان ها. ستاره، از پیشینه شب یلدا بگیم. اصلا شب یلدا کی هست و اصلا چی شد که این جشن بین فارسی زبانان رواج پیدا کرد؟ خب شب یلدا داستان‌های زیادی داره که اولین شب زمستان هست، طولانی‌ترین شب هست و مردم اعتقاد دارن که بعد از اولین شب روزها درازتر میشه و دور هم جمع میشن، شاهنامه میخوانن، سعدی میخوانن، شعرهای مولانا رو میخوانن، دور هم جمع میشن و شروع شدن فصل زمستان به گرمی جشن میگیرن و به امید روزهای خوب. و البته ستاره، همونطور که میدونید داستانهای خیلی متنوعی هم در مورد شب یلدا هست. یکی از شاید قشنگترین حالا روایت هایی که از این شب هست اینه که در ایران باستان اعتقاد داشتن که در این شب میترا که یک الهه به قول معروف روشنایی هست برای بین هندوها و ایرانیها، در این شب به زمین باز میگرده، تاریکی رو پس میزنه و مهر و روشنی رو به زمین میاره. برای همین این شب به عنوان تولد نور، تولد خورشید و تولد روشنایی هم نامیده میشه. و یه روایت دیگه هم داریم، میگن همونطور که میدونید ظلمت نشونه اهریمنه و به خاطر اینکه تا اون زمان مثلا تایم شب یا تاریکی طولانی بوده، مردم اعتقاد داشتن در طولانی ترین شب سال این تاریکی اهریمن وارد میشه و این تاریکی چیره میشه. در نتیجه دور هم جمع میشدن، آتیش روشن میکردن و با بگو و بخند و پایکوبی این شب به صبح میگذروندن که از فردا حضور روشنایی رو توی زندگیشون داشته باشن و این خیلی قشنگه. دقیقاً یک شب چله یا شب یلدا یک رسم سنتی و فرهنگی در بین ما فارسی زبان ها هست که به خوبی انتقال داده شده و با اینکه سالهای خیلی زیادی میگذره هنوز هم مردم همون رسم انجام میتن و گرمی انجام میتن
و بسیار چیزای مزه‌دار داخلش میارن. اون مورد علاقه من و توه واقعا. دقیقاً. از چیزایی که در شب یلدا من خودم خیلی زیاد دوست دارم، امی خوردنی های متنوع هستن که تربوز، مثلا تربوز میاریم که یک تربوز یک میوه هست که همیشه در فصل گرما خورده میشه. تربوز چی میشه؟ هندوانه. تربوز همیشه در فصل تابستان هست، اما در فصل زمستان ایره در سر سفره، در سر میز میارن، انار میارن، مغزیجات میارن و هر کدامش یک فلسفه خاصی دارن. واقعا همینطوره. و البته قرمز که رنگ مخصوص این شبه. منم به افتخار سگم قرمز بپوشم، ولی حالا گلبری در اومده. این قرمز اناری هست. ترکیب انار و هندونه شدم. دانه دانه. تربوزش یک کمی خام بوده، سرخ آره میدونی خودت گفتی دیگه این مال فصل تابستونه دیگه. یه ذره باید سفیدی داشته باشه توی این فصل. ستا نظر چیه یه آیتم ببینیم در مورد شب یلدا، برگردیم با ادامه گفتگو؟ بریم حتما. برمیگردیم. شب یلدا که بلندترین شب سال است، یکی از کهن‌ترین جشن‌های فارسی زبانان به شمار می‌آید و ریشه در آیین‌ها و باورهای باستانی مردم دارد. واژه یلدا از ریشه سریانی به معنای تولد گرفته شده است و در فرهنگ نماد زایش خورشید و آغاز روشنایی پس از طولانی ترین شب سال است. این جشن به دوره ایران باستان و آیین مهرپرستی باز می‌گردد. بر اساس باورهای آنان پس از شب یلدا روزها طولانی تر و تاریکی کوتاه‌تر می شود که نشان دهنده پیروزی نور بر تاریکی و خیر بر شر است. در گذشته شب یلدا به عنوان جشنی رسمی برگزار می شد و مردم با جمع شدن در کنار آتش، خواندن شعر و داستان سرایی و خوردن میوه ها و خوراکی های متنوع این شب را گرامی می داشتند. پس از ورود اسلام به منطقه، بسیاری از آیین‌های باستانی با رنگ و بوی اسلامی ادامه یافتند و شب یلدا نیز به عنوان جشنی خانوادگی حفظ شد. در این شب خواندن اشعار حافظ و شاهنامه، نقل داستان‌های کهن و استفاده از خوراکی‌های نمادین مانند هندوانه و انار از رسوم رایج است. یلدا نمادی از پیوند طبیعت با زندگی انسان است. این شب فرصتی برای همبستگی خانوادگی و گرامی داشت سنت‌ها به شمار می آید و همچنان در فرهنگ مردم ایران و دیگر کشورهای فارسی زبان زنده است. یلدا تنها یک شب نیست، بلکه تجلی تاریخ، هویت و شادی جمعی در فرهنگ فارسی زبانان است. پیشینه شب یلدا دیدیم خیلی چیزای جالبی بود. آناهیتا جان میخوای یک کمی درباره پیشینه‌اش بیشتر صحبت کنیم؟ همونطور که دیدیم در مورد طولانی بودن این شب و اصلا چی شد که این شب به شب یلدا معروف شد و اصلا چه اتفاقی افتاد که این شب رو جشن میگیرن، دیدیم و شنیدیم و فکر میکنم بیشتر در موردش صحبت کنیم خسته بشن بیننده. بیا اصلا بریم سر اصل مطلب جذاب، یعنی خوردنی‌ها و آداب رسوم قشنگ فارسی زباناتون. در بین ایرانی ها بیشتری کاری که در شب یلدا میکنن چی هسته؟ ببین اون دور همی که هست معمولا خونه بزرگتر فامیل، حالا اگر پدر بزرگ مادر بزرگ باشه یا جدیدن هر یکی از اعضای فامیل که دعوت بکنه اینها دور هم دیگه جمع میشن. برنامه قبلی هم گفتیم بازار غیبت هم که تو این شب حسابی داغه. همه میشنن دور هم غیبت میکنن، میوه های خوشمزه میگن، میخندن، میرقصن و تا پاسی از شب جشن میگیرن و البته در کنارش یه سری کارهای قشنگ دیگه مثل حافظخوانی یا شاهنامه خوانی هم انجام میدن. یکی از رسمایی که فکر میکنم اکثر خانواده ها داشته باشن و خانواده من همیشه داشتن این بود که یه فال حافظی تو اون شب میگرفت، یعنی بزرگ اون جمع برای اون خانواده یا اون جمع یک فال حافظی میگرفت که واقعا دلچسب.
توی افغانستان چطوره؟ رسم و رسوم همینه یا تفاوت داره؟ بیشتر برامون بگو. در افغانستان هم به همون صورتی که در ایران برگزار میشه، شباهت‌های زیادی داره. ما افغان ها هم اکثرا در خانه بزرگ فامیل جمع میشیم، یا کسی که خودش دوست داشته باشه که محفل بگیره همه را دعوت بکنن در خانه از او جمع میشن. فامیل ها اکثرا بیشتر فامیل ها هستن در دور یک دیگه خود جمع میشن و خوراکی های زیادی را میمانند. تربوز و انار حتما هست و مغزیجات. و در کابل ممکن است که مدرن‌تر برگزار شود، دوست ها هم باشن، موسیقی بانن، رقص و پایکوبی باشه، اما در قریه ها خودمانی تر برگزار میشه. خب اونا امکاناتش هم ندارن، خودمانی تر برگزار میشه. و یک چیزی که صندلی میمانن افغانی ها. صندلی همین صندلی ما میشه؟ نه، شما کرسی به خیال میگی؟ کرسی چیزی هست که پتو را در سرش میمانن و زیر گرم میکنن، کلگی در دور از اون میشینن. من خودم زیاد دوست داشتم. یک بار در ایران هم همون صندلی را مانده بودیم، هنوز یادم میآید. و کلگی در دورش میشینن، تربوز میخورن، انار میخورن، قصه میکنن زیاد. و خانم ها جدا جدا قصه میکنن، مردها جدا جدا قصه میکنن، غیبت میکنن، طفلا بازی میکنن و بسیار یک شب بیاد ماندنی هست. و خود من زیاد این شب دوست دارم به خاطر که سنت های ما همچنان ادامه پیدا میکنه، منتقل میکنیم به نوجوان ها، جوان ها. و بسیار یک شب بیاد ماندنی هست. یک شبی نیست که تنها طولانی باشه، بگوییم که یک شب طولانی هست. منظور از این هست که تمام فامیل ها، دوستا دور هم جمع شن، مهر و محبت افزایش بدن. ستاره، من وقتی بچه بودم میگفتن شب یلدا طولانی ترین شب ساله، من همش فکر می‌کردم مثلا 1-2 ساعت بیشتر میخوابیم اینا، و در نهایت یکم که بزرگتر شدم فقط 1 دقیقه است. ولی اینکه این رسم همچنان پابرجاست و نسل به نسل خیلی همه مقید هستن به این رسم، چیز قشنگیه. ستاره، یه سوال، ما یه کاری که میکنیم توی شب یلدا اینه که دیزاین خیلی میکنیم، یعنی میوه ها رو به صورت خاص برش میدیم، دیزاین میکنیم، شکل آدم برفی مثلا پروفیلای خودمون رو به صورت آدم برفی در میاریم، یا دیزاین های از این قبیل. شما توی افغانستان انجام میدی؟ ما در افغانستان و تمام افغان هایی که در سراسر دنیا زندگی میکنن همین رسم انجام میتن. هر کس بستگی به عمو جایی که زندگی میکنه، رسم و رواج عمو کشور، دیزاین های مختلفی انجام میده و بازم هر کس به عمو وضع زندگی خودش. یک کسی هست که بسیار کلان میگیره، دکورهای بسیار زیاد و جذاب میمانه، و بعضی ها هم بسیار خودمانی و ساده برگزار میکنن. اما تربوز و انار و مغزیجات همیشه هستش و تزیینات زیادی میکنن. من خودم 2 سال پیش شب چله را گرفته بودم، بسیار تزیینات کرده بودم. خوش دارم که هر سالی کار خودم انجام بدم، مگم پارسال و امسال دیگه تنبلی کردم و انجامش ندادم. امسال میایم خونه دیگه، حالا میخوای بچین یا نه؟ ستاره، برای عروس ها حالا توی ایران یک رسمی هم داریم که برای عروس خانم ها همیشه اولین جشن و اولین عید رو خیلی خاص برگزار میکنن و شب یلدا یا شب چله یکی از اون مناسبتاییه که تازه عروسا کلی کادو میگیرن، کلی با خونچه های دیزاین شده خوشگل از میوه ها، گل، شیرینی و میان خونه عروس خانم. شما هم انجام میدی؟ این رسم و رواج ها فکر میکنم که در بین افغان ها زیادتر باشه، چون ما افغان ها رسم و رواج های عروسی ما زیادتر است، مجللتر میگیریم و مقیدتر هستیم. سابق اینطور بود، حالا در این وقتا نمیفهمم که چه رقم هست، مگم همه عیدها را باید عیدی میبردن. البته بازم فامیلا بین خود صحبت میکنن، کسی که بخواد سنگین بگیره یا سبکتر بگیره عیدی را میبرن. و چله همیشه هستک، نوروزی هستک، در عید قربان، عید ماه رمضان همیشه عیدی را میبرن. ولی قشنگه، چقدر خوبه که ما انواع مناسبت‌های مختلف رو داریم و به بهانه جشن میگیریم، دور هم جمع میشیم و فکر میکنم این زیباترین فرهنگ بین فارسی زبان هاست که به هر بهانه‌ای اون فامیل دور هم جمع میشن، میگن، میخندن و خوش میگذرونن. ستاره، بریم یه آیتم دیگه ببینیم. بریم. تجلیل از شب یلدا.
شب یلدا که بلندترین شب سال است، یکی از کهن‌ترین جشن‌های فارسی زبانان است و در کشورهایی مانند ایران، افغانستان و تاجیکستان به صورت گسترده گرامی داشته می شود. این شب در تاریخ 30 قوس هر سال برگزار می شود و نماد پایان پاییز و آغاز زمستان است. در ایران خانواده ها دور هم جمع می شوند و شب یلدا را با خواندن اشعار حافظ، خوردن خوراکی های سنتی مانند هندوانه، انار، آجیل و شیرینی و گفتگو سپری می کنند. هندوانه و انار به عنوان نمادهایی از خورشید و زندگی در این شب اهمیت خاصی دارند. بزرگترهای خانواده داستانهای قدیمی نقل می کنند و از این فرصت برای تقویت پیوندهای خانوادگی استفاده می شود. در افغانستان شب یلدا که به نام شب چله نیز شناخته می شود، به شیوهی مشابه جشن گرفته می شود. خانواده ها با خوردن میوه های خشک و تازه، شیرینی ها و نوشیدنی های سنتی دور هم جمع می شوند. اشعار شاعران بزرگ فارسی زبان مانند حافظ، مولانا و بیدل خوانده می شود و این شب فرصتی برای یادآوری سنت ها و تقویت هویت فرهنگی است. در تاجیکستان نیز شب یلدا بخشی از فرهنگ مردم است. گرچه شکل جشن‌ها ساده‌تر است، مردم تاجیک بیشتر بر خواندن اشعار و افسانه‌های قدیمی و گذراندن وقت با خانواده تمرکز دارند. شب یلدا نمادی از غلبه روشنایی بر تاریکی و امید به آینده‌ای روشن‌تر است و در فرهنگ فارسی زبانان اهمیت ویژه‌ای دارد. این جشن پیوندی عمیق میان تاریخ، ادبیات و ارزش‌های خانوادگی ایجاد می‌کند. خب آناهیتا جان، بریم بخش خوشمزه شب یلدا یا شب چله. بیشترین چیزی که در شب چله ازش دیده میشه و میارن تربوز و انار هستن و چیزی که من خودم میفهمم تربوز به خاطر، البته همیشه چیزای مختلفی میگن، بعضیا میگن که تربوز باید حتما بیاری به خاطر که تربوز خیلی سالم هسته و او را که بخوری تابستان سال آینده خنک‌تر هسته و در او گرمی نیست. بعضی ها میگن که تربوز باید بخوری به خاطر که تربوز خیلی سالم است و تمام زمستان سالم میمانی و انار یک نماد برکت هست. میگن که انار همیشه یک چون دانه دانه هست برکت هست و خوشی و خوشحالی را میاره و به خاطر همین انار و تربوز همیشه دارن و نمادی از سلامتی، خوشحالی و برکت هستن. چقدر قشنگ، چون این تعریف هایی که نسبت به میوه های خاص شب یلدا گفتی دقیقاً توی فرهنگ ایرانی ها هم هست و خصوصا اینکه میگن هندونه بخورید زمستون سرما نمیخورید، اینو تو خیلی میگی. و اینکه اصلا نماد شب یلدا فکر میکنم انار، حالا توی ایران خصوصا انار و کتاب دیوان حافظ، یعنی یک نمادیه که تمام پوسترها روی اینه و هندوانه و سایر میوه ها. البته ستاره توی ایران اینطوریه که خب اون صاحب مجلس اون به قول معروف وسیله پذیرایی رو آماده میکنه، اما به هر حال مهمان هایی هم که میان هر کسی در حد توان خودش یه چیز کوچولویی میاره. چرا؟ چون باید در کل شب بخورم، اصلا استاپ بشه شب یلدا نمیشه. افغانستان هم چی کاری میکنن؟ خب این چیز رسمی نیست که باید حتما کل مهمان ها انجام بدن و یک چیز دل بخواهی هست، هر کسی که دوست داشته باشه یک چیزی رو میبره و بعضی ها عادت دارن که هیچ جایی دست خالی نمیرن، چه شب یلدا باشه، نوروز باشه، یک مهمانی معمولی هم که باشن دست خالی نمیرن و بعضی ها هم که همونطور میرن. یک چیز شخصی هست که به نظر من رسم و رواج نیست که باید حتما یک چیزی رو ببری، ولی خب بعضی ها دوست دارن میبرن. آره این واقعا یه چیزی که به عنوان رسم و رسوم باشه که نیست، ولی شاید این به نشونه اون
همدلیه یا همراهی یا اینکه فشاری نیاد روی اون صاحب خونه. به هر حال الان با وضعیت اقتصادی مردم و حالا گرونیا، ولی ستاره یه خاطره ای که همیشه فکر می‌کنم شب یلدا تو ذهن ماها مونده اینه که وای به حال اون روزی که شب یلدا وسط هفته بود و ما صبح باید میرفتیم مدرسه. آره دقیقاً. خیلی دردناک بود. یعنی اون 2 ساعتی بود که من میگفتم شب یلدا خب یک شب خاصی هست و تمام مردم امو رو تجلیل میکنن. چرا امو روز فردایش رخصتی نبود یا 1-2 ساعت دیرتر نمیگفتن که بیاین؟ ما همیشه فردای شب یلدا مریض بودیم، دل درد میگرفتیم، مسموم میشدیم. به هر حال باید که مکتبا خالی بود کلگی به خاطر او انار و تربوز و یا هر چیزایی که خورده بودن فرداش 100% دل درد میشدن. بهانه خوبی بودن. واقعا همینطور دیگه. دردناکتر این که شب یلدا بیفته جمعه، هم خودش تعطیل هم فرداش شنبه است. اصلا خیلی ستمه. و این یکی از شاید دردناکترین خاطرات شب یلدای کودکی ما بود. همش فرداش که مدرسه داشتیم استرابه، اون نگرانی، میدونی انگار نمیذاش کیف کنی. ولی به هر حال جشن قشنگی بود. ستاره میوه های دیگه چی میذارین شما؟ در بین ما افغانا یا فامیل خود ما بیشتر ما مغزیجات زیاد استفاده میکنیم و همیشه یعنی شب و روز به محفل به مهمانی سر میز ما یا سر سفره ما همیشه آجیل که شما میگین همون مغزیجات هست و توت از زیاد میمانن، بادام از زیاد میمانن و چهارمغز ما زیاد استفاده میکنیم و فکر میکنم در شب یلدا یکی از میوه های خشکی که زیاد استفاده میشه حتما همین توت هم هست. آره واقعا این چیزا که خیلی جذاب گوشتم شد. اصلا من انقدر دوست ندارم برنامه‌ای که راجع به خوراکیه، من ضبط دارم. اما یک چیزی که جالبه همین فرهنگ ما همیشه آمیخته با هم بودن و خوردن هست. این دوتا یک چیز با همی هست. ما نمیتونیم که بشینیم جمع باشیم ولی نخوریم. اصلا همینطور. دقت هم بکنیم وقتایی هم که میخوایم قرار بذاریم بیرون همیشه میگیم مثلا بریم فلان رستوران. من نمیدونم چون تفریحات ما همش با خوردن عجین شده. این اصلا ولی مهمه. خب مهم است دیگه. خوردن یک چیز مهم است که بیشتر زحمت همون شب سر خوردن هست. ساعتها عمو صاحب خانه یا میزبان تلاش میکنه که غذا جور کنه، میوه ها را به صورتهای مختلفی تزیین کنه چون شب سرد هست و میخوان که گرمش کنن، شوربا جور میکنن. وای شب قشنگیه. من از خود شبش بگیم، از خوراکیاش بگیم. ببین باید واقعا برای شب یلدا بگیم آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی. بریم میوه های خوشگل شب یلدا رو ببینیم و برگردیم. در شب یلدا انار و هندوانه از میوه‌های اصلی و پرطرفدار هستند که به دلایل خاصی جایگاه ویژه‌ای در این جشن دارند. انار با دانه‌های سرخ و درخشانش نماد شادی، زایش و برکت است. رنگ سرخ انار نشان دهنده گرمای خورشید است که در بلندترین شب سال از آن یاد می‌شود. همچنین در نظر فرهنگی انار به عنوان نماد زندگی و جاودانگی شناخته می‌شود. هندوانه نیز به دلیل رنگ سرخ داخلیش و طعم شیرین و خنک به نمادی از شادابی و انرژی تبدیل شده است. باور بر این است که خوردن هندوانه در شب یلدا بدن را در برابر سرمای زمستان محافظت می‌کند. این باور ریشه در سنت‌های قدیمی دارد که هندوانه را میوه‌ای تابستانی می‌دانستند و خوردن آن را نماد گریز از سرمای زمستان می‌پنداشتند. علاوه بر انار و هندوانه، میوه‌های خشک شده مانند انجیر، کشمش و خرما و آجیل‌های مختلف نیز استفاده می‌شود. این خوراکی‌ها نماد فراوانی و برکت هستند و در فرهنگ کهن دنیای فارسی جایگاه خاصی دارند. استفاده از این میوه‌ها در شب یلدا علاوه بر جنبه‌های نمادین، فرصتی برای حفظ و تقویت سنت‌های قدیمی و گردهمایی‌های
میوه های خیلی خوشمزه را دیدیم و هر کدامی از اونها میگم که یک داستانی از خودش داره، یک تعبیری از خودش داره. مثلا این تزیین فکر کنم یکی از نکته های کلکله بین خصوصا خانوم ها که هر کسی میخواد اون سلیقه خودش رو نشون بده و اون سلیقه توی دیزاین میز شب یلدا خودش رو نشون میده. اصلا اون تعریف تمجیده، اون خوشگل برش دادنه، اصلا میگم اون شکلای خاصی که توی هر خوراکی در میارن و عموما نشانه های از زمستون داره. مثل ما یه ننه زمستون اگر اشتباه نکنم داریم، فکر میکنم شما هم داشته باشین. نداریم؟ یک خانوم پیری که زمستون ها میاد، ننه سرما اسمش اشتباه گفتم، ننه سرما هست که حتی این توی تزیینات ایرانی ها هست و جدیدن هم که اصلا توی ایران خیلی رواج پیدا کرده. تو شب یلدا شما هر جا بریم کیک شکل هندوانه داریم یا انار داریم، گلها تزیینات شب یلدایی دارن. یعنی اون شب انگار تمام فروشگاه ها هم تم شب یلدا با محصولات شب یلدایی دارن و این خیلی قشنگ میکنه. کلا فکر میکنم که ما فارسی زبان ها از فرهنگ غنی که داریم و تزیینات و همبستگی و دوستی و محبت زیاد اهمیت میدیم و همین تزیینا باعث میشه که مردم شوق پیدا کنن، دور هم جمع بشن و عشق و محبت بیشتر به هم بدن. و چقدر خوب است که فرهنگ خوبی داریم که همیشه کوشش میکنن که بسیار زیبا همه رو دور هم جمع کنن. نظر چیه؟ بیایم تو ذوق شاعرای فارسی زبان و از بیت‌های قشنگی که برای این شب سرودن بگیم. نظر چیه؟ عالی. شروع کن ستاره. وسط یلدا الهی زنده باشی، انار و سیب و انگور خورده باشی. اگر یلدای دیگر من نباشم، تو باشی و تو باشی و تو باشی. قشنگ. منم یکی بگم. شب یلدا شد و آمد شبانه، پریشان گیسوانش روی شانه. طلب کردم در آن هنگامه عشق، ز لب‌هایش دو قاج هندوانه. خیلی قشنگ بود. خیلی آبدار بوده. یک بوسه آبدار بوده. دقیقاً. شب عشق و محبت، شب یلدا، شب مهر و عطوفت. شب یلدا کنار هم نشستن، شب یلدا گره بر عشق بستن. خیلی رومانتیک شعراشونه. شب یلدا شب غم را شکستن، به یاد هم کنار هم نشستن. شب شادی شب از غم گذشتن، شب بخشش شب از هم گذشتن. یلدا شب پیوند و دل و خاطره است، دیدار من و برف و پنجره است. یلدا شب هندوانه و فال و غزل، کنار دل من بی تو ولی یک سره است. من میخوام آخرین بیت رو خیلی قشنگ و جذاب تموم کنم. خیلی این بیت قشنگ ستاره. شب یلدا کنار یار بودم، به او دلبسته و بیمار بودم. حتما سرما خورده بودم. نه، یه چیز قشنگ‌تر از سرماخوردگی. شپش‌هایش گرفتم از سر شب، من نادان مگر بیکار بودم. قطعا بیکار بوده. قطعا نادان بوده که یک یار شپشدار انتخاب کرده بوده. خودش شپش نگرفته؟ خب 100% کنار یک کسی که شپش داشته باشه بشینید خودت هم شپش. چرا شپش؟ عجب شاعر بی‌تربیتی بوده. نه میدونی خیلی قشنگه که برای اینکه این مصرع قافیه با هم سه چه فکرایی میکنن. خب البته فکر میکنم که این شعر خیلی قدیمی باشه و او شاعر ما در اطراف زندگی میکرده و در اطراف زمستان‌ها شپش زیاد بوده و واقعا در زمستان‌ها در قریه ها مردم کمتر حمام میکردن. سردشون بوده دیگه، سرما میخوردن. بگم شعر جالبی بود. آره خیلی قشنگ بود شعرها و این شعرها رو دوست داشتم و چقدر خوبه. میگم ذوق و سلیقه فارسی زبان ها در تمام موارد قلقل میکنه.
دقیقاً مثل که میگن هنر دست فارسی زبان ها هست و بس. آره اصلا هم که شهر من نصف جهان نیست و بس. چرا از داشت الان گفتم یه خودی نشون بدم. ستاره خیلی باحال بود، خیلی لذت بردم واقعا در مورد این موضوع صحبت کردن. برای من شب یلدا خیلی نوستالژیه، بیشتر یه سری خاطراتی یادم میاره که از کودکیمون بوده و البته هنوز هست، اما بیشتر برای من یه حس و حال نوستالژی داره. و الان که کیلومترها فاصله داریم از اون زادگاه خودمون، کشور خودمون و هنوز پایبند این فرهنگ ها هستیم، خیلی قشنگه و از یه طرف خیلی دلگیر. مرسی که با ما در مورد افغانستان صحبت کردی و در مورد آداب و رسوم قشنگتون تو افغانستان که فکر کنم شبیه هم بود. هیچ فکر میکنم فرقی نداشت، تنها دقیق نمیفهمم شاید ما افغانا زیاد فال حافظ در شب نگیریم و بیشتر شعرهای مولانا و شاهنامه رو بخوانیم و بزرگترها دوست دارن که از سابق نقل کنن برای فرزندان خودشون و عمو رسم و رواجات خود منتقل کنن و فکر میکنم شما بیشتر عمو شب فال حافظ میخوانید. اصلا اون شب فال حافظ اون شب خیلی خوبه و واقعا فکر میکنم هر کسی حتی در تنهایی خودش هم این کار رو انجام میده. ولی در حال شب قشنگیه. اگر که شما بیننده ها در بین قوم خودتون یا خانواده خودتون رسم و رسوم خاصی دارین برای این شب، خوشحال میشم برامون کامنت کنین که ما هم بخونیم، همه بخونن و بیشتر آشنا بشیم با این رسم قشنگمون. دوستان عزیز بسیار زیاد تشکر از اینکه تا حال ما را همراه بودین و امیدوار هستم که سالیان سال دراز شب چله را در کنار فامیل ها، دوستای خودتان با گرمی و محبت تجلیل کنید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان. خداحافظ.